عزیزان، فریبا زمانی هستم با یک دوره بی‌نظیر که راز متعالی شدن رو به همون یاد میده در خدمتتون هستم. همه ما از لحظه‌ای که چشم باز میکنیم با حس‌های مختلفی روبرو هستیم. حسایی که خیلی وقتها اصلا متوجه نمیشیم چی هستن و تشخیصشون نمیدیم. این حسا ممکنه ناخوب باشن، ممکن هم هست حسای شادی بخش باشن. بهتر از این لحظه به تمام حس هامون آگاه باشیم، چرا که این حس ها هستن که زندگی ما رو میسازن و اون چیزهایی رو که میخوایم برای ما خلق میکنن. حس های ناخوب حس هایی هستن که به ما کم ارزشی رو میدن، حس هایی هستن که به ما خشم، ناراحتی، عصبانیت و رنجش رو میدن و این حس ها ما رو از هدفمون که یک زندگی متعالی و خلق تمام چیزهایی هست که برامون با ارزش هست دور میکنن. این دوره یاد میگیریم که چجور این کدهای ناخوب رو، این انرژیای منفی رو توی لحظه حال بتونیم تغییر بدیم و حالمون رو به سرعت خوب بکنیم. ما از جنینی تا 7 سالگی از والدینمون و اطرافیانمون کدهایی رو گرفتیم، کدهایی رو به ما دادن که این کدها بی‌ارزشی هست، حسهای ناخوب هست، تو نمیتونی هستش و باید یاد بگیریم که چجوری این کدها رو پاک بکنیم و چجوری جایگزینش یک کدهای عالی بذاریم که ما رو به موفقیت و شادی و اون زندگی متعالی برسونه. ما انسان ها همیشه دنبال یک زندگی عالی و متعالی هستیم، زندگی که توش ثروت، شادی، پول، رابطه عالی، آرامش و سلامتی هستش و خب خیلی همون نمیدونیم چرا نمیرسیم بهش. هرچی تلاش میکنیم به اون چیزی که میخوایم نمیرسیم، نمیدونیم چرا نمیرسیم و اینکه اصلا چه حسی داریم. ما خیلی همون پایه‌ای ترین حسمون رو نمیشناسیم، اصلا چی هستش این حسمون. ما از بچگی از اطرافیانمون، خیلی از ما از اطرافیانمون اون حسای بی‌ارزشی رو گرفتیم. بابا مگه تو هم میتونی این کار رو انجام بدی؟ ولکن بابا، نمیدونم، تو ارزششو نداری، لیاقتشو نداری. ناخواسته و با اعمال و رفتار به ما این رو یاد دادن. ما اینجا یاد میگیریم تو این راز متعالی که چجوری به ارزش خودمون پی ببریم، به ارزشمند بودن خودمون پی ببریم و این رو به دیگران هم انتقال بدیم. وقتی من یاد بگیرم که چقدر با ارزش هستم، وقتی یاد بگیرم که چه آدم با لیاقتی هستم و من برای این هستی ساخته شدم و تمام این هستی و این کائنات فقط و فقط برای آرامش من آفریده شده، این رو وقتی که یاد بگیرم از درون به اون حال خوب برسم، این حال خوب رو به دیگران هم انتقال میدم. فرکانس ها و میدان های انرژیایی که منفی هستن، مثل خشم، مثل عصبانیت، مثل غم، مثل رنجش، ما رو از خلق ثروت و خلق تمام خواسته هامون که لایقش هستیم دور میکنن. هر چقدر من عصبانی باشم یا رنجش از دیگران داشته باشم، از اون رسیدن به اهدافم دور میافتم. اینها مثل کش میمونن که من به کمرم بستم، مثل فنری که من به کمرم بستم. با قدرت دارم قدم برمیدارم و به پیش میرم و یه جایی از کسی رنجش میگیرم یا یه جایی عصبانی میشم، دقیقاً همون جایی که دارم به اون هدف میرسم، یک لحظه این عصبانیت و رنجش مثل اون فنر، مثل اون کش من رو به عقب پرتاب میکنه و میگم چرا هر کاری میکنم به اون دومش که میرسه، به اون لحظه موفقیتم که میرسه، چرا نمیشه؟ چرا جلوی من گرفته میشه؟ ایمان دارم که شما لایق رسیدن به تمام خواسته هاتون هستید و ایمان دارم که توی این دوره یک روح تجلی یافته و یک زندگی با عزت و با لذت رو تجربه میکنید و با موفقیت و شادی به راهتون ادامه میدید و همین رو به نسل‌های بعد هم انتقال میدید. من باور دارم که تو اون برگزیده‌ای هستی که میتونه زندگیش رو به بهترین شکل بسازه. توی دوره راز متعالی میبینمتون.